روز شنبه ازدحام بزرگ از مردم در قندهار برای دفن آنها آمدند که وقتی نماز جمعه کشته شدند. سازمان سنی مذهب افراطی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. گروهی از مرگ طلبان سازمان به مسجد راه یافته و هنگام نماز خود را ترکانیدند. یک مقام رسمی گفت 41 نفر کشته شدند و 70 تن دیگر زخم برداشتند و ممکن است تلفات زیادتر شود. سرداری پلیس قندهار گفته است واحدهای مخصوص پلیس برای محافظت مسجدهای شیعیان سفر بر می شوند که از این پیش مسجدها را گروههای مسلح خود محافظتی پاسبانی می کردند. مولوی عبدالغفار محمدی به خبرگزاری رویترز گفته است که داعش مسلمانهای عادی را هدف گرفته است و طالبان میکوشند که گناهکاران را یافته جزا بدهند، ولی تا حال کسی را بازداشت نکردند. یک هفته پیش از حمله به مسجد قندهار در مسجد شیعیان در شهر قندوز هم حمله صورت گرفت و 80 نفر کشته شدند. اقلیت‌های هزاره که پیروی مذهب شیعه هستند در عهد حکومت پیشین هم مورد حمله از جمله حمله‌های طالبان قرار گرفتند. با رسیدن طالبان به قدرت حمله‌ها از بین نرفتند. برعکس حمله‌های خرد و وسیع مقیاس داعش به غیر نظامیان زیادتر شده است.